برپرس محور ناوران کشتنا برپرس محور باکور موصل یه چکدارین داعش ابو حمودی سر دست پیشمرگش رو داوی را راگهاند. ولی مثل بریارا دا تیروریستند خو لازمه هر چیوه که بیتون بچن طرمه ببینه مثل پیشمرگه جت آماده باشیه دویا هندی به نوی طرمی ده بنا طرم القلوی طرمی هاي خود حس کرد. لمحور ناوران یک شهید پیشمرگت 48 دمجميرين داويده هيا هروها سربست روانشي زيان چکدار داعش ان 48 دمجميرين داوي اشكره دكا جمهور کشتیتون حتی کو ویس پیده معلومات درزگی هشتینه ما ید بوین 75 کشتی بریندور زورن اول اجری حلتی على صد هجومی پیخستنا آگر جعالیه داعش و ریکک بلکی دومانا آگر وان جفروکین هف پیمانا نیف دولتی رها بکا لی اب هولجی سرکفتی نابا مفرزت وانجی رافین بدرنگی و الپشتو بوری مو طیوراگی هشته دست خوشی لوی فروکه وانی کم هر چند درنگی هات بس لوی درکه و هر دو مفرزی کشتن لگوری فرمانده پیشمرگه ایریشن داویین چکدار داعش هولکه داش دستدانا شنگال و دوروبرین و قربو بکن چکدارین داعش لشنگال و دوروبرین و نکاریبن خلبر سینگ پیشمرگه بگرن نهاجی او ایریش بدو ایریشه و سروی محوری دبه هر دیساجی به انجام دردکه و داگو پیشمرگه به جوان هند هیریش و برگریه ده دشکستنه تومار بکن پیشوا بهلوی روداو محوري ناوران